وزیر فورانگزی سرمتخصص بخش دین مقامات اجرایی دولتی ناحیه مسجد میباشم. چطوری که به همگان معلوم است سنه 14 سپتامبر سال روان اساسگزار صلح و عدالت ملی پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب ولی محترم امامالله رحمون به ناحیه مسجد سفر کاری دایر نمودند و از این سفر کاری که پیشروی ملت به ناحیه مسجد تشریف آوردند مردم مسجد قبول و گسیل نمودند و از این تشریف پیشروی معظم ملت مردم مسجد بار دیگر با افتخار از دولت و دولتداری نمود، زیرا با تشریف پیشروی معظم ملت چندین انشاءات‌ها به استفاده داده شدند که باعث پیشرفت آبادی وطن، آبادی ناحیه مسجد و بالا بردن سطح زندگی مردم می‌گردد. متاسفانه دو سه روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی از جمله در شبکه اجتماعی اصلاح نت باز همه خوینان ملت از جمله محمد اقبال صدردین با سخن‌های با نوشتجات‌هایی که عموماً فکت و دلیل ندارند و همه آنها محض دروغ هستند می‌خواهند که مردم مسجد را عموماً مردم تاجیک را با سخن‌های دروغین خود به اغوا اندازند. خوشبختانه مردم تاجیک از جمله مردم ناحیه مسجد از این سخن‌های بر دروغ آنها محمد اقبال صدردین که عموماً فکت ندارد آنها همشان آگاه هستند و این سخنها را محکوم میکنند. محمد اقبال صدردین که نسبت خدمتچیان دولتی ناحیه مسجد نسبت راهبران مقامات حفظ حقوق آن سخنهای گفته است همه آنها دروغ میباشند، آنها یگام اساس ندارند.